یه جا باز شده، یه رستورانیه، ما خواهم بیا قبلش میریم شام و فلان. هی خانومم و اون آقای من و به انگلیسی. خب بعد بهش دیشب بودم پس داریم میای، من با آرش و سانی و اگه هستم، بیا اینجا همه با ماشین آرش میریم. اینم گفت آره من خیلی دوست دارم بیام فامیلای تو رو گفتم بخوام ازدواج کنیم باش دیگه، به دروغ رو کسچه. آره ازدواج چی خواست حرفا چیه الان لایف خونه خودم راحت دارم، کسبازی ها چیه، زن چیه زن انسان خوبیه ولی به درد من نمیخوره. بعد اومد من رفتم پایین دیدم مادر جنده باز کیف دستش نیست. بودم بابا مگه نگفتی شب میخوای بمونی؟ کیر تو کس خارت. بعد گفت آره ولی من دوست دارم هم دیگه رو بیشتر بشناسیم. بودم ببین آبجی جان من 36 سال سن منه، من 26 دی تولد منو یادتون نره 26 دی. گفتم 26 دی چی؟ گفتم که با من 36 سال سن منه خالکسه، تو هم که 20 خورده سنته دیگه، این کسبازی ها هم دیگه رو بشناسیم چیه؟ آقا من مگه تا حالا نزدم، تو مگه تا حالا نداری، چرا اینجی خالکسه بازی داری به گند میکشی؟ شب و ما یه ساتردی هم از عمر ما کیری برم اینجور. آقا ساتردی هایی که شما یک مقصدی داری، حالا دختر نیست هر چیزی بهش نرسی، یعنی خارجی گفت مثلا آقا چه میدونم مثلا پنجشنبه تصمیم میگیری من برم آقا روز یک شنبه همون روز پنجشنبه شما شنبه ما، آره ساعت چنده؟ 7 قدیم 8 جدید. کسکش خارکسه دیگه، 7 قدیم 7 جدید کسکشیه. ساعت بانک خارکسه صاحب چنده؟ به اون ساعت کسکش. قدیم اینجوری میکردی میپرسیدن هیچی. گفتم تو چرا وسیلهاتو نیاوردی؟ کی تو کس خارت؟ بعد دیدم برگشت گفت که آره ما بشناسیم هم دیگه. اومد تو حاجی، ما اینجا هی تکیلا یکی بخور دوتا بخور، هی حاج آرش این اصلا پدر ما هرچی داریم و نداریم، ما حاجی جان داریم. هی اگه یکی از رفیقای نزدیک سانی اصلا فلان و کس شعر دیگه همه شلوغش کردم و اینا. بودم بریم اتاق من ببین. اول بردمش این اتاق کیریه سمت چپ. گفتم اینجاست اینجوریه و فلان، بذار قشنگ بهتون نشون بدم. وایس بذار اگه هستیم بذار قشنگ ببین چه سن اونجا کونش گرفتم و اینا. این لپتاپ خیلی کیریه این صحنه جرم باشه خارکسته داره دقیقا میگی چجوری کلاشینکوفو گرفت به سر قدیر. از در اومد تو اینجا با آرشینا سلام علیک کرد. اینجا که دور زد چش آرش و اگه هر کدوم شد انقدر زاغی کونو داشتن میزدن، فهمیدی؟ اکون پارا. خب اومدیم اینجا، اول بردمش اینجا رو بهش نشون دادم، گفتم ببین اینجا این تخته، این گرفتم خونه دو خوابه، این لباسام که کسکش همینجوری بود. خب بعد اومدم گفتم آقا اینجا بده بودم اینجا بس کاپشن ماپشنامه. خب این کاپشن رو نگاه کنین، شاید زمستون بعدا دیدینا، میخوام بگوشم این چقدر قشنگه. آره داشت حواست جمع کن. بعد گفتم اینا تفنگای من حاجی، فهمیدی؟ میخوای تفنگای من یه دونه‌شون رو ببینین؟ یه دونه‌شون رو بهتون نشون میدم. ولی سری نشون میدم میبندم چون نمیخوام که وقت اینستاگرام درد سر بشه. پسر قدیر شکارچی. یه دونه دیگه هم دارم AR-15. ببینید نباید اینا رو نشون بدم حاجی، نباید. آقا برای من 2000 تا آقا تموم شد. فهمیدم داداش، فهمیدم. دایرکت اومد که آقا نشون نباید بدی. آره بعد اونجا رو که بهش نشون داد آقا حله داداش نشون نمیدم دیگه.
بعد اومدیم اینجا اول یه کسچرخ اینجا زد، بعد اومد اینجا همینجا یا اینجوری کرد. به جان قهرمان دقیقا بهتون نشون بدم چون نمیخوام وقتتون گرفته بشه. خب نگاه کنین، اومد اینجا دستشو اینجوری آورد بالا، اینجوری کرد واو I love here. بعد این دستش که این صحنه رو شما بچه‌ها کیپ کنین همونجا، یعنی تکون ندین. این اینجوری کرد دستشو وایساد. خب هم این صحنه رو نگه دارین. خب این یکی اینجاست. خب حالا بذار من خودم میام و اون اونجاست. من اینجوری کردم، من همینجوری رفتم، قد من بلند بود دیگه، قد این کوتاه‌تر بود کارگوست دیگه. اینجوری من اگه می‌خواستم مثلا اینجا بغلش بکنم فهمیدی؟ باید مته می‌زدم رو موره 7 تا 8ش بالا. من اینجوری خودم رو این سبکی کردم، اینجوری من خودم رو این سبکی کردم، همین از زیر من همینجوری وایساده بودم، این میچرخید فهمیدی؟ حالا این صحنه رو یکی هم گری اینجوری پایین، همین اون میچرخه من میچرخم اینجوری. هیچی. گفتم این خارکسته بعید میدونم شب بمون باید باشه، چون این نه کونشو نه به سمت عقبکی میده نه به سمت جلوکی میده. گفتم آیسی نخوری قرص و خارکسته تو سن 36 سالگی به جغ بیفتی. بعد گفتم آجی کس خارش آیسان میدونی چیه؟ با 3-4 نفر دیگه هماهنگ کردم، 2-3 تا تو این ساختمون خارکسته، 2-3 تا نمیدونم هر کی بود. گفتم میرم حال میکنم. این دخترایی که بهشون دایرکت داده بودم یکی دو تاشون هم بیرون بودن. گفتم آجی من دیگه میخوام برم خونه دیگه اگه دیدم خیلی توپم یکی اینا رو میارم. آقا رفتیم تو رستوران نشستیم، دیدم بغل من تکون نمیخوره، هی با پا میماله فلان میکنه. بهش گفتم فلانی گفت چیه؟ گفتم من پسرم. گفت بهش به خدا میگم از آرش بپرسیم، من یه هولوکوست تمامم. من یه هولوکوست میشه هولوکوست بچه‌های پای سخت میشه کسخله یارو شمالی میگن هولوکوست. الان 3000 تا دایره تمام شهرستان‌های ایران، یعنی چی؟ فقط تهرانه؟ نه برادر، من کیر شما رو بخورم، اول شما هستین به قرآن مجید. حالا ما تو تهران دنیا اومدیم که آجی گناه نکردیم که آجی ما رو تو تهران کاشتن. تهرانی بودم که با منطقه رو در داغام میکردم که لهجه من خارشی گاهیدم، همیشه کیری بود. هر موقعم سعی میکردم موقع تهران مخ میزدم سلام خوبین، بعد وسطاش یه ریب خارکسته میده، یعنی میگه ته لهجه داری کجایی نیست. بعد لهجه هم کامل عوض میکردیم، مثلا کسکش نقطه مرزی از ایران این لهجه نبود. میدونی چی میگم دیگه؟ لهجه من بچه‌ها اینجا مثلا کرجه، اینجا مرزن آباده، من لهجه من سمت گچسر بود. فهمیدی چی شد؟ یه ذره اینجوری به سمت تهران رفت، یه ذره به سمت شمال کشور. تو رستوران پاره که چسبون برگشتم بهش گفتم ببین میخوایم بریم بیرون، منم پسرم ورزشکارم، تمام شورت ما خیس میشه الان. و یعنی شورت خیس؟ گفتم بهش میگن پیشاب خارکسته، میگه دوست پسر نداشتید حالا؟ یه جوری صحبت میکنه که کسکش انگار دختر آخر محمد باقر هست دیگه برادر دیگه. میدونی من دارم چی میگم دیگه؟ گفت یعنی میخوای من به تو دست نزنم؟ گفتم نه شب چی نخوردیم، یه پروتئین شیک بیارم، گاییده شدم با یه پروتئین شیک بیارم. یه وایسی این ماجرای کسکش دیشب 3 ساعت ماجرا اونجوری من دارم تعریف میکنم، یعنی فکر کنم به دکمه شلوار یارو خارکسته سال دیگه عید قدیر مثلا شاید کسکش بخوره. تمامش کن دیگه، خارکسته چی داری کش میدی؟ ای خدای بزرگ، من و قلب مهربانم را با شماره حساب 222 کس نند یو. این دکتره میگفت که آیسان نمیدونم تخم مرغ میپزیدم چی برای من تو دایرکت فرستادین، این ما نفهمیدیم. این کمپاره تعریف ما رو کرد، تمجید ما رو کرد، چی کار کرد؟ چی بود؟
آیسان اسلامی مرد فلان بگیرین اونو نگیرین منو. آیسان اسلامی رو گاییدین بابا. آیسان اسلامی تا الان نبود تکلیف چی بود؟ قبل من تکلیف چی بود؟ حالا الان میبینی شاهنشاه اومد بعد مدت از قصر آمد بیرون، منطقه رو برای عراضیان بگیره سرکشی بکنه. تو کجا؟ اینا کیان؟ بچه چی شده؟ دوستامون هستن؟ اوکی دوستامون رو نگه داریم. خب برگردیم به بحث داغ کسکسی. کسه به لرزه افتادیم. معلوم نیست دیشب چیکار کردیم. رفتیم رستوران و بعد یکی دو بار رفتیم دم دستشویی هم اونجا دوباره لب دیگه زبون مثلا دیگه کامل گره میخورد تو هم. فهمیدی؟ بعد گفتم حالا بریم اون کلابه. اون رستوران بود که به کلاب شب تغییر میکرد. رفتیم اونجا همه دوست موسا بودن و اینا. منم اونجا مثلا با شاید مثلا بگم 7-8 نفرشون بودم. دخترایی هم تو بودن. خوشبختانه هر 7-8 هم دوستای این در اومدن دیگه. رفتیم تو کسبازی خارجی آمریکایی ها خیلی شلوغ میکنن. بعد من گفتم این خارکسته الان جلسه دوم میخواد من معرفی بکنه، دوست منه، دوست پسر منه، چه خارکسته بازی میخواد تعریف بکنه. گفت دوستم ما برای اوپنینگ اومدیم اینجا و فلان. و اونجا که نشستیم این دستشو یواش اینجوری برد پایین، همینجوری میبرد پایین. بغل تاریک بود دیگه، میز بود زیر میز، همین داشت میمارد. بهش گفتم تو رو گاز میگیرم. فهمیدی؟ دوباره اونجا لولو و تکیلا بخور و 2 تا 3 تا 4 تا دیگه هر دو شدیم گوز. انقدر تو این 3-4 ماهی من تو مغزم با این سکس کرده بودم اصلا فکر میکردم امکان نداره. یعنی خارکوسه از بوگاتیه برای من سخت‌تر بود. فهمیدی؟ اصلا باورم نمیشد که مثلا آجی اون بابا من خیلی اشغال کردم. دوستای من که با منم میدونن من با تمام کشورهای دنیا داداشی حال کردم، حال میکنم. فهمیدی؟ ولی این کونه دیشب الگانس بود خارکسته. بچه های عباس‌آباد، نمایشگاه عباس‌آباد میدونن، خیلی هم تو هستن احتمالاً. بچه ها این جمله رو من دوست دارم تو کل عباس‌آباد بچه ها فردا جهانی بکنین. کونش الگانس بود. واو. آرشون آقایون بریم خونه. ساعت 1 اومدیم خونه. بهش گفتم میمونی با من دیگه؟ گفتم ببین من مادرم فوت کرده، پدرم حال روز خوشی نداره. چی حال روز خوشی نداره؟ خواهر مادرم رو گایید با پول. پدر جان چقدر دیگه تو پول میخوای برادر؟ چیکار میکنی با این پول؟ این پول که زحمت کشیده من چیکار میکنی قدیر؟ آره همین برای من دوباره فکر کنم 40 میلیون آب خورد. سلام چه خبر آیسان جان؟ آره بچه‌ها الان من دیدن آژانس بودم اینجا، برگشتن گفتن که آیسان اسم بود و گفت خب چه خبر اونجا هوا چطوره آیسان؟ هوا پدر کیری خوب. والا چه فرقی برای تو داره؟ تو چالوس هوای گزگیزاب چوری باشه. گفت که بریم. گفتم آره بعد دوست دارم بیایم اینجا با هم دیگه فیلم نگاه بکنیم، حال بکنیم با هم، صبح با هم دیگه بیدار بشیم. اینجا رو گوش کنم صبح با هم بیدار شیم مدیتیت بکنیم اینجا. صبح من بیدار میشم تا دستشویی نرم اصلا خار مادرش گاهیدم مثل جوجه تیغی هم. فهمیدی چی شد؟ اصلا خودم هم تو تیغ گیرم. بنجو کرد اوکی ولی نمی کنیم ما. فهمیدی؟ منم جیگرم باشه نمی کنیم. حل نمی کنیم. کسخولی نمی کنیم. کس مشنگ. اگه مثل عقاب تو رو چنگ بزنم بگیرم تو رو ببرم تو آسمون اونجا ببرم تو رو اون بالا اکسیژن کم باشه که تو یادت نیاد چی شد. این فکر کجا رو کردم؟ الکی نیست که میگن آیسی عقاب که
و اگه نمیگن آیسیزو سمال یعنی فقط رو زمین میکنه، فهمیدی؟ نه پرواز. رسیدیم دم در خونه، شب بخیر و شب بخیر. اومد تو، بهش گفتم میشه من کفشاتو درارم؟ بعد اینجوری کرد من انگلیسی نمیگم که موقع اینستاگرام کیره خر نشه. گفت اگه من روشنشم چی؟ به انگلیسی گفت که من اگه بس اینجوری بکنم که اینستاگرام نفهمه و ترن آن بشم، فهمیدی؟ ترن آن و اگه روشن بشم چی؟ گفتم خالقوزه روشن بشیم، منم سریع روشن میشم بغلت دیگه. روشن بشی من چیکار میکنم؟ نه میرم زیر پتو غر میکنم میخوابم. خالقوزه من همین الان روشنم، دهنم گاییده شده 6 ساعت. خالقوزه رو جکیم، خالقوزه تمامش کن بره دیگه. کفشو در آوردیم و اونجا دوباره لولو و فلان و اینا. این یه ذره قویه. بعد من روش بودم، یه فیتو زد خالقوزه منو خوابون، اومد رو. من این صحنه ها رو زیاد بودم. این موقع فکر نکنیم که کار تموم شده، فهمیدی؟ چون یک لحظه خالقوزه تور دیوانه میشه، بیخیال میشه، میرینه تو همه چی دوباره. بعد یه وسط لولو بلند شد، دست گذاشت رو سینه من، گفت دنبال چی هستی توی ریلیشنشیپ؟ تو دلم گفتم دنبال کیر خر که بزنم تو کله تو. خالقوزه دنبال چی هم من چه بدونم دنبال چی هم؟ من یه زندگی کیری بزن خودم نمیدونم چیکار میکنم، واقعا نمیدونم. برنامه تو چیه؟ چه برنامه‌ای من باید داشته باشم؟ با هم دیگه دوستیم، بیرون میریم، چای میخوریم، شادی میکنیم، رقص میکنیم، گریه میکنیم، سکس میکنیم. بعدم اگه نخواستی که برو خونه خودت، منم میرم خونه خودم. چه برنامه‌ای داریم خالقوزه؟ مگه آدم برای شهوت خودش هم برنامه‌ریزی میکنه؟ برای زندگی هم که باید برنامه‌ریزی بکنی، برای بچت که باید برنامه‌ریزی بکنی، برای خودت که باید برنامه‌ریزی بکنی. این که خالقوزه زندگی که به کارگریم ما. بچه‌ها ما از ببینید اون سمت، از اونجای دنیا اومدیم به این دنیا، خب که اشغال بکنیم، مثل قدیر زندگی بکنیم، همه چیزی به کیرمون بگیریم، بعد دوباره برگردیم همونجا. چه برنامه‌ریزی بکنیم؟ حالا اینا رو تو ذهنم گفتم، ولی اونجا بهش گفتم که میخوام تا آخری باشی. بعد گفت ریلی؟ گفت واقعا؟ گفتم آره. ولی الان لب کسکی صاحب رو بچسبون، اون شلوار بی صاحب رو بکن تا ببینیم چه خاک برسری باید بکنیم بعدا. آقا هی لب 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 لب. گفتم مادر جنده، ما دیگه خوش شدیم خالقوزه. این مته خالقوزه دیگه نمیشه تو آهن میل 14 کرد که برادر. کفشش اینجاست هنوز، دمپایی من کسکش پوشید رفت. صبح که میخوام برم کلیسا، خواهرت گاهیدم تو ساعت 3 صبح اینجا کسکش جادی کشتی کج میگرفتی با ما تا صبح. تکیلا و کوهان شطور رو مثلا که بگم کوهان شطور. بعد رفتی کلیسا خالقوزه، رفتی کلیسا چیکار کنی؟ اونو ظاهر بکنی یا خالقوزه خودت غیب بکنی؟ کلیسا دیگه کی میره خالقوزه؟ مست لااقل خود نشسته کثافت. هیچی دیگه آقا، سرتون من درد ندارم دیگه. گفتم آقا دیگه لب ما کسکش خوش شد، بریم تو رخکن حداقل آب بخوریم، دوباره برگردیم سر تمرین لب بازی. خلاصه این ور اون ور دیگه اومد اینجا و خوابید و حاجی دیگه رفتم تو کار دیگه. گفتم دیگه بذار خودم وا بدم دیگه آفوش میگه آریا میگه نه دیگه گاییده شدم حاجی خدایی. گفتم خسته شدم ولش کن با کس خارج. هیچی اصلا رفتم دیدم برادر این اصلا خودش آماده تمام، یعنی بهت میگم آماده، یعنی به تو میگم یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی دیگه. لباس رو بکن و شروع بکن و دق 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 دوغ. حاجی من خسته شدم بعد 10 دقیقه، مست بودم دیگه. بعد بدن منم حاجی ترافیک عضله است دیگه، نمیشه عضله خالقوزه این من اونور کرد که. حالا میگم من اون دکمه اصلی رو نمیزنم وقتی لخت میشم، اون دکمه اصلی رو بزنم که بدن منو ببینین اصلا. بعد من حاجی انگلیسی نمیگم شهر میشه،
تو خوابیدن خیلی آروم ملودی. ببین ما همه انسان هستیم، خودتون رو کسگیر نیارین. وای چرا این حرفو زد؟ چه حرفی زدم؟ همه چی رو ما انسانیم، ما هیچ کس رو جز هم نداریم در این کره خاکی کسکش مصب. من هستم و تو، هیچ کی دیگه نیست. باید راحت باشیم با هم حاجی، احترام بذاریم به هم دیگه، خار مادر هم دیگه رو نگاییم، کیر نزنیم هم دیگه رو، با هم احترام بذاریم، زندگی بکنیم با هم دو سوایی. برادر الان من این صحبت ها رو میکنم چرا در قانون 47 اساسی کشور گوز آیسان گو اون خانومه اونجوری شد فلان؟ برادر من خودم شب و روز دارم اینجا زندگی میکنم، تیپ دارم رویایی میزنم برای شما، برای خانوما دیگه. و اینا پسر تیپ منو میخواد چیکار بکنه؟ چی به درد من اون میخوره فلان اینا؟ سوال چی بود؟ باشگاه باید برم ماجی، باشگاه باید برم مثلا ساعت 12 میخوام برم باشگاه، میخوام استراحت بکنم، فهمیدی؟ حال ندارم، سرت درد ندارم دیگه. بعد 10 دقیقه برگشتم بهش گفتم ببین گوچیه، گفتم خارکوزه تو شبیه کینگ کردی، این کون 200 کیلو اسکا در روز داری میزنی. گفتم اینجوری اگه تو بخوای بیای عقب خودتو بزنی به من که کسکش، من تازه خودم ترک کردم، هنوز به 100 روز پاکی نرسیدم، با تمام دل و روی بودم. خارکوزه وسط سکس ما رو اسالی میکنی کسکش، یواش خارکوزه، میزون درست حسابی. مشروب زیاد خورده بودم و اینا، هر فنی زدم نشد. دیدم آخر سر نمیشه، ازش سوال کردم، گفتم ببین از این دستگاه مسگاه هایی هست که میذارن تو بدنشون حامله نمیشن. گفتم این دستگاه هایی هست که حامله نمیشن میذارن، گفتم از اونا داری؟ گفتم که یعنی میخوای دیگه بابا انسانیم، کسی رو نداریم، خودمونیم، اذیت نکنیم تو رو خدا. جان قدیر چند سبایی که در کنار هم هستیم باشیم. 30-40 سال دیگه، 50 سال دیگه هیچ کدوم ما نیستیم. اونی که کشف کرد، اونی که ضبط کرد، اونی که زد گرفت و بهترین بازیگر گوز، بهترین اسکار نمیدونم هالیوود، پولدارترین آهن فروش، همه فینیتو کوسیتو. پس این چند سوار رو خاطره بسازیم در کنار هم. من صحبت کسوچون رو میکنم، منو رها کنید برادر. به دختره گفتم ببین میدونی چیه بود، آخرشو تون کردم، یهو گفتم الکی اصلا هیچی، دیدم با خوار منو گوید. میگم تمام پلو ملوی من کسکش درد گرفته بود، دیدی زیاد میدوی این زیرت میگیره، داشتم خطشو میمردم. بعد گفت که من نشدم و اینا. گفتم میدونم که تو نشدی، که اون موقعی که 4 ماه بگفتم دیگه عصبانی شدم. گفتم listen for 4 months I was begging you every fucking minute, hey let's go, let's hang out, give me a chance. گفتم برای 4 ماه گفتم در کونت خایمالی کردیم، برایش گفتم آقا بیا بریم بیرون با هم صحبت بکنیم، چه میدونم برای تو کیف بخرم، برای تو زرمار بخرم، نیومدی. الانم من دارم میمیرم خارکوسه، اینجوری که تو خودت میزنی کسکش. من انگار که خارکوسه ایران پیما رفته باشی تو کرکره مغازه. گفتم کسکش اصلا پودر کردی منو که. بعد من دیگه جوان نیستم، من خودم ترک کرده آدمم. هیچی دیگه گرفت خوابید و ساعت 3-4 خوابیدیم، زدم. آره دمت گرم آیسی. بعد ساعت من میخوام باشم حلقه امشب دوست دیگه هم داره میاد، نمیدونم بخوام چیکار کنم مثلا. بعد الان اینم مغازه این فکر کنم کفششو خارکوسه از قصد جا گذاشت که برگرده دوباره. آره اگه امروز با غذا درست بخورم، تمرین کنم، حال ندارم دیگه. روز تعطیلیه امروز. ساعت 4 خوابیدیم، دیدم 7 اومد بالا سر من. اولین شب بود بغل من خوابید دیگه، نمیدونست که من چقدر کسخلم، فهمیدی؟ مثلا سر صبح من چقدر اعصاب من خرابه. اومد
مادر جن دنبال کار خود بابا. نه که کار خودت دیگه 4 خوابیدیم 7 و نیم ما رو بیدار کردی کسکش آموزشی خدمتیم مگه ما. آره گفت حالا نمیخواید سکس کنیم و اینا. گفتم نه بابا من الان دستشویی برم خودم اسهالم دهنم گاییده است و مشروب خوردم. آقا شارژم تموم شده اون انرژی تو بدنم نیست دیگه من باید برم. سعی میکنم ساندی دیگه هم یه لایو بذارم. آقا همه شما رو من قلبا دوست دارم به جان قدیر به قرآن. دیگه 100 بار گفتم دیگه خار مادر ما رو گاییدین دیگه. آقا خیلی با شما حال میکنم برادری داریم تا آخر با هم دیگه. آره من میخوام برم ورزش بکنم. آره هفته دیگه دوباره یک شنبه میام لایو یه ماجرا اون ماجرا رو تعریف میکنم. من گرفتن شاهنشاه باشه پسر قدیر شیرمرد. برو خداحافظ.